پیشگفتار. این کتاب برای افرادی نوشته شده است که می‌خواهند با تعمق بیشتر به دنیای درونی خود نزدیک شوند و با بخش‌هایی از دنیای ناشناخته روانشان آشنا شوند. مطمئناً برای واکاوی دقیق به کمک یک متخصص احتیاج است و این کتاب حکم درمان را ندارد و مطالب آن با زبان ساده همراه با پایه‌های علم روانکاوی نوشته شده است. پیشاپیش از توجه و آگاهی شما نسبت به این مهم سپاسگزارم. در متن‌های این کتاب از راه‌های فرار، شیوه‌های خودفریبی و اصطلاحاتی از این دست به کرات استفاده شده است که منظور از آنها مکانیزم‌های دفاعی ناهوشیار ماست و قطعاً برای خنثی کردن این مکانیزم‌ها به کمک رواندرمانگر متخصص احتیاج است. و چون این کتاب به زبان ساده نوشته شده است، از شناسایی و اشاره به هر یک از دفاع‌های روانی خودداری شده است. پس اگر آنها را در خود شناسایی کردید، از یاری یک متخصص کمک بجویید. این کتاب در مورد چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟ تصور کنید در انتظار گروه یک ارکستر نشسته اید و اعضای تشکیل دهنده ارکستر هر کدام در جای خود مستقر شدند و آماده نواختن هستند. هنگامی که اعضا شروع به نواختن می‌کنند، متوجه می‌شوید هر کدام از اعضا به تنهایی نقشی در اجرای این موسیقی دارند و از هماهنگی اعضا موسیقی کامل می‌شود و ما آن را به صورت یک قطعه منسجم و دلنشین در ذهنمان پردازش می‌کنیم و می‌شنویم. ساختار این کتاب شبیه همین گروه ارکستر است. متن‌های کوتاه این کتاب در طول 3 سال نوشته شده است که در دل هر متن نکته‌ای وجود دارد که ممکن است بتواند بینشی جدید را برای مخاطب به ارمغان آورد. و هر متن همچون قطعه کوتاه است که وقتی این قطعه‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند، موسیقی کتاب را واضح و شفاف‌تر می‌کنند. متن‌ها در دسته‌بندی‌هایی قرار گرفته‌اند و همه در راستای خودشناسی هستند. شناخت خود در روابطی که تجربه می‌کنیم و اتفاقهایی که برای ما رخ می‌دهند. کتاب شامل 9 فصل است. در فصل اول نگاهی به واقعیت‌های زندگی می‌اندازیم و بعد از آن کتاب حول محور روابط و چالش‌ها و تعارض‌های محتمل در روابط انسانی جلو می‌رود. و در انتها به اختصار در مورد مفهوم تنهایی صحبت به میان آمده است. در سراسر کتاب به صورت تصادفی به بعدهایی برخورد می‌کنیم به نام مکث و نامه. این متن‌ها مخاطب را دعوت به سکوت و حضور می‌کند و او را به تفکر در مورد خودش، خط زندگیش و سفری که تا به امروز داشته است وامی دارد. با نامه‌ها می‌تواند به درونش سفر کند و با مکث‌ها می‌تواند کمی سرعت خواندن مطالب را کم کند و به بدنش و جریان زندگی در اطرافش توجه کند. چون متن‌ها کوتاه و تکه تکه هستند، لزومی ندارد خواننده حتماً از ابتدا تا انتهای کتاب را به ترتیب بخواند. البته که خواندن کتاب از ابتدا تا انتها مطالب را منسجم‌تر به ذهن خواننده وارد می‌کند. اما تکه تکه خواندن متن‌ها هم راهی دیگر برای دنبال کردن مطالب است. چون هر متن به صورت کوتاه و کلی در مورد موضوعی صحبت می‌کند. به همین علت در متن‌ها ممکن است شباهت‌ها و تکرارهایی وجود داشته باشد که با توجه به نوع نگارش کتاب امکان حذف شباهت‌ها بدون آسیب زدن به انسجام مطالب وجود نداشت. هدف در نهایت این بوده است که با باز کردن این کتاب و خواندن هر متن خواننده بتواند بینشی را در آن بیابد و قطعاً این هدف تا حدودی دست نویسنده را در نگارش کتاب می‌بندد. زیرا به ناگزیر در هر متن باید توضیح داده شود تا مفهوم به درستی بیان شود و آن مفهوم ممکن است
در چند متن مشترک حضور داشته باشد. پس به نوعی در همان متن‌ها تکرار می شود. در نهایت تمام متن‌ها در کنار هم ما را به درون رابطه ها می برند. در مسیری که پیچ و خم‌های زیادی دارد و بهتر است راه را صبورانه و با حوصله طی کنیم. خواندن این کتاب ممکن است ماه‌ها زمان ببرد. زیرا هر متن ممکن است تا مدت‌ها ذهن خواننده را درگیر کند و در او مقاومتی برای خواندن دیگر متن‌ها به وجود آورد. اگر این اتفاق رخ داد، صبور باشید و کتاب را ببندید و بعد از مدتی اگر مشتاق بودید دوباره برگردید و یک متن دیگر را بخوانید. امیدوارم که با ذهن باز و خطاپوش بتوانید بخش‌هایی که از ریتم خارج می‌شوند را تحمل کنید و با نخستین قطعه موسیقی از نخستین اجرای نویسنده که قطعاً خالی از اشتباه نخواهد بود همراه شوید. فصل اول، نگاهی به مفهوم زندگی و واقعیت‌های آن. در نهایت آرامش، بی توجه به آنچه هستیم و یا آنچه فکر می‌کنیم هستیم، پیش می‌رود. همیشه همین بوده است و همین گونه خواهد بود. زندگی بی تفاوت ترین جریانی است که در حال تجربه اش هستیم. بی تفاوت از حال ما و موقعیت ما پیش می‌رود. زندگی تمام آن چیزی است که نمرده است. زندگی در مقابل مرگ و نیستی قرار می‌گیرد و اشاره به هستی ممتد دارد که همچنان زندگی را تجربه می‌کند. زندگی جریانی است که همراه با ما زاده می‌شود و روزی که می‌میریم ما را ترک خواهد کرد. این جریان از همان ابتدا باعث رشد ما می‌شود. تا سن بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روانی ما کمک می‌کند و پس از آن رشد تنها در بعد روان می‌تواند ادامه پیدا کند. البته اگر با این رشد همراه شویم و از تجربه پنهان این رشد نترسیم. زندگی شبیه جریان مستقل از ماست که انتخاب می‌کنیم به آن وصل شویم یا مدام در حال انکارش باشیم. در نهایت زندگی در درون و بیرون از ما فارغ از تمام برداشت‌ها و رفتارهایمان به جریان خود ادامه می‌دهد. هر کدام از ما به نوعی رابطه‌ای با جریان زندگی داریم و این نوع رابطه سرمنشأ ارتباط‌های ما با خودمان و دیگران است. برای درک هرچه بیشتر رابطه‌هایمان باید از دل عمیق‌ترین و بعضاً سخت‌ترین واقعیت‌های زندگی گذر کنیم. پذیرش و فهمی که در مورد جریان زندگی وجود دارد، قطعاً جهانبینی ما را نسبت به آدم‌ها و روابطمان تغییر می‌دهد. در این فصل در مورد واقعیت‌هایی صحبت می‌کنیم که پذیرش آنها می‌تواند روند رشد روانی ما را سرعت ببخشد و آگاهی ما را بیشتر کند. واقعیت‌هایی در مورد زندگی. دنیا مکانی ناامید کننده برای کودکان است. در دنیای کودک همه چیز شبیه یک آرزوست و هر چه آرزو کند باید برآورده شود. پس منتظر می شود تا شخصی آرزویش را برآورده کند. او به معجزه و دستهای پنهان اعتقاد دارد و از همه کس و همه چیز انتظار دارد. کودک می نوازد و دنیا باید برقصد. دنیای واقعی هیچ وقت شبیه تصویری که این کودک توقع دارد نیست. دنیای واقعی نمی رقصد، نه به ساز ما و نه به ساز خودش. دنیا می گذرد. هر لحظه و هر ثانیه. دنیا برای لحظه ای هم توقف ندارد. بهتر است اگر بیش از 20 سال سن داریم، سریعتر بزرگسالیمان را ببینیم و وارد دنیای واقعی شویم. بهتر است نقش کودک بودن و انتظارهای کودکانه را سریعتر کنار بگذاریم. چون این نقش مدت هاست که ما را زخمی کرده است و حواسمان نیست. کودک بودن زمانی که کودک هستیم شبیه یک زره محافظ عمل می کند. این زره آرام آرام ما را با دنیای واقعی آشنا می کند. دنیایی که خیلی دلپذیر و رضایت بخش برای کودک نیست.
پس وقتی بزرگتر میشویم و آماده دیدن دنیای واقعی، این زره را باید از تن درآوریم. دوران کودکی تمام می شود. فرد آماده می شود که پا به دنیای بزرگسالان بگذارد و هرچه بیشتر این زره را به تن داشته باشد، بیشتر آسیب می بیند. زرهی که قبل ترها به ما کمک می کرد تا با دردهایی روبرو شویم و با دنیای واقعی کنار بیاییم، حالا خود درد دیگری شده است. زرهی تنگ، کوچک و غیر منطقی که لحظه ای نمی تواند بدون آسیب به ما در کنارمان باقی بماند. ماندن در نقش کودک همیشه ما را ناامید می کند. آدم‌ها وقتی قرار نیست کنار ما باقی بمانند، خیلی سیاه و بد به نظر می رسند. خشم‌هایمان به صورت غیر منطقی زیادتر می شود، چون در دنیای واقعی اتفاقاتی می افتد که کودک نمی تواند درکشان کند و در نتیجه عصبانی و کلافه می شود. در نقش کودک بودن مدام ما را به این سوال می رساند: آخر چرا؟ چرا من؟ چرایی وجود ندارد. در دنیای بزرگسالان فرصتی برای غر زدن وجود ندارد. در دنیای بزرگسالان قرار نیست همه خوب و دوست داشتنی باشند. قرار نیست از هر کس و موقعیتی که شبیه ما نیست متنفر شویم. در دنیای بزرگسالان سیاه و سفیدی وجود ندارد. هیچ چیز مطلق نیست. همه چیز ممکن است روی دهد و قرار نیست شبیه فیلم‌های قدیسی آدم‌های بد شکل خاصی داشته باشند. در دنیای واقعی مفاهیم نمی‌تواند مطلق باشد. درست چیست؟ غلط چیست؟ بد چیست؟ خوب چیست؟ در این دنیا باید تلاش کنیم پای تصمیم‌هایی که گرفته‌ایم بایستیم و هر روز با شگفتی‌هایی که دنیا به ما نشان می‌دهد همراه شویم. در این تلاش‌های پیچیده احساس زندگی در جریان است. برای یک بزرگسال مدت هاست که نجات دهنده در گور خفته. بهتر است اجازه دهیم فعلا خفته باشد تا برویم و بدون رؤیا و توهم دنیا را کشف کنیم. وقتی ما نگاهی کودکانه به زندگی داشته باشیم، رنجیده می شویم و ساده انگارانه با دنیا برخورد می کنیم. در صورتی که پذیرش زندگی به نگاهی بالغ، پخته و عمیق احتیاج دارد. درد و رنج بخشی از زندگی است. رنج از 3 جهت ما را تهدید می کند. از طریق جسم که می دانیم که از دستش می دهیم و روزی نابود می شود. از طریق جهان بیرون که می دانیم نیروی خارج از کنترل ما و غیر قابل پیش بینی است و این موضوع ما را به شدت می ترساند. و از طریق روابط ما با دیگران. این رنج شاید بزرگترین و سختترین نوع رنج باشد. ما آدم‌های تبدیل کردن دردها به رنج‌های چند ساله ایم. این جمله که انسان‌ها رنج می‌دهند و زندگی رنج است، جمله دقیق و منطبق با واقعیت نیست. حقیقت این است که ما درد را حس می‌کنیم. زندگی می‌تواند دردآور باشد، اما رنج نتیجه فرار ما از حس کردن درد است. درد دقیقاً آن چیزی است که مخالف میل ما می باشد. میل به داشتن چیزی که نمی توانیم داشته باشیم. مثلا ما میل داریم که همه آدم‌ها با ما خوب باشند و از ما خوششان بیاید و این اتفاق نمی افتد و این دردناک است. ما میل داریم که جوان بمانیم، اما این همیشگی نیست. یا میل داریم که تنها نباشیم، ولی اکنون تنهاییم. در واقع چیزی که میل ما نباشد درد است. چیزی که اکنون می‌خواهیم ولی دنیا آنطور که ما دوست داریم پاسخ نمی‌دهد دردناک است. و این مواجهه با واقعیت و تعارض با میل ما درد نام دارد. و ما همیشه در معرض این درد هستیم. اما روشی که ما به درد پاسخ می‌دهیم همیشه درست نیست. ما گاهی درد را به رنجی عمیق و طولانی تبدیل می کنیم و از حس کردن دوباره زندگی فاصله می گیریم و فکر می کنیم زندگی چیزی جز رنج کشیدن نیست.
شخصی که رابطه‌اش تمام شده است درد را حس می کند، اما می تواند تصمیم بگیرد و آن را به رنج بی پایان تبدیل کند. و عجیب است که انگار در رنج بودن برای ما آشناتر است. رنج‌ها در واقع روش‌های شخصی هستند که بتوانیم برای خودمان وقت بخریم که از واقعیتی دردناک دور باشیم. پس رنج چیزی جز فرار ما از رویارویی با دردی که با آن مبتلا هستیم نیست. فردی که چندین رابطه به زعم خودش عاشقانه را پیش میبرد، خود را در رنجی عمیق قرار میدهد، چون نمیخواهد با این درد روبرو شود که چقدر از صمیمیت درست میترسد، یا چقدر در مقابل نگفتن ناتوان است، و یا چقدر منفعلانه طعم رابطه‌هایی میدهد که پایدار نیستند. تمام شدنها دردناک هستند و دیدن حقیقتها در خودمان هم دردناک است. مثلا اندوهگین شدن در مقابل هر نوع از دست دادنی درد است. اندوه را حس کردن دردناک است، اما اندوه را زندانی کردن و حس کردنش را به تعویق انداختن رنج است و این به تعویق انداختن برای هر فرد روش مشخص و متفاوتی دارد. تنها یک راه ما را در زندگی به جلو میبرد: پذیرش درد و رد شدن از آن. در واقع پس از فهم احساساتمان است که التیام از درون شروع می شود و صبح روز بعد ما دلایل دیگری پیدا خواهیم کرد که به زندگی بار دیگر اطمینان کنیم و وارد جریان آن شویم. تنهایی بخشی از زندگی است. تنهایی شبیه انسانی نامرئی است که در کنار ما و شانه به شانه ما همراهمان می آید. شبیه فردی است که همیشه حضور دارد اما دیده نمی شود. حس می شود اما همیشه پررنگ نیست. هست اما ترجیح می دهیم که فکر کنیم نیست. تنهایی بخشی از ماست. بخشی از وجود ما که با آن به دنیا آمده ایم. فرار ما از تنهایی شبیه فرار از خودمان است. شبیه به این است که می خواهیم بخشی از بدنمان را بپذیریم، چون دیدن و لمس کردن و حس کردنش دردآور است. فقط کافی است روزی مجبور شویم با آن بخش دردآور مواجه شویم. آن روز غمگینی خواهد بود، اما پس از آن پذیرش شروع می شود و زمانی که درد را پذیرفتیم، درد شبیه به جریانی بیدار کننده در ما می چرخد، از بدنمان بیرون می رود و ما تغییر را حس خواهیم کرد. زندگی با ما همین کار را خواهد کرد. زندگی گاهی ما را در تجربه‌های قرار می‌دهد که مجبور می‌شویم تا حدودی با آن بخش نامرئی ارتباط برقرار کنیم و زمانی که تنهایی را به عنوان بخشی از خودمان حس کنیم، شفا شروع می‌شود. شفا در لغت به معنای تندرستی و بهبود از مرض است. شاید مرض تمام آن رفتارهایی است که ما را از پذیرش و رها کردن دور می‌کند. ما هر از گاهی احتیاج داریم که با اتفاقهایی برخورد کنیم تا به آدمی که در کنار ما ایستاده است و مدام می‌خواهیم انکارش کنیم توجه کنیم و زندگی بسیار زیبا ما را در معرض تجربه‌ها قرار می‌دهد. تجربه‌های مملو و از روبرو شدن با تنهایی. زندگی راه دیگری ندارد که مرض را از ما دور کند و ما را به راه دیگری برای روبرو شدن با درد قرار دهد. اجبارها و اتفاقها ما را آرام آرام با تنهایی رو در رو می کند و فقط کافی است کمی صبورتر از قبل با این بخش نامرئی ارتباط برقرار کنیم. زمانی که با تنهاییمان دوست شویم، در میابیم نوع ارتباط برقرار کردنمان با آدم‌ها تغییر می کند. وقتی از تنهاییمان فرار نمی کنیم، دیگر نیاز نداریم به آدم‌ها پناه ببریم. حالا رابطه‌هایمان رنگ و بوی نیاز و خواهش ندارد. طعم ترس از دست دادن ندارد و قرار نیست آدم‌ها شبیه توقع‌ها و آرزوهای ما شوند. حالا آدم‌ها را می‌بینیم. تنهایی آدم‌ها را هم می‌بینیم و دست در دست تنهایی خودمان
در کنار دنیای زیبای آدم‌های دیگر قدم می‌زنیم و هر از گاهی به خودمان افتخار می‌کنیم که جایی در مسیر زندگیمان تنهاییمان را دیدیم و طردش نکردیم. بدن ما برای همین زندگی طراحی شده است. کم تجربه تر که هستیم، فکر می‌کنیم آرزوها و هیجان‌هایمان بالهای نامرئی هستند که به ما کمک می‌کنند پرواز کنیم، که اوج بگیریم و از دردها و ناهمواری‌های زندگی رد شویم. گاهی آرزوهایمان به ما قدرت پرواز می‌دهد و گاهی عاشق شدن‌های یواشکی. کمی که زندگی به پیش می رود انگار برای پرواز به چیزی بیشتر از آرزوها و هیجان‌هایمان نیاز داریم. ما انتظار داریم که کسی باشد، چیزی و یا نیرویی فراتر از ما که به ما پرواز را بیاموزد. پرواز از فراز دردها و رنجها. حقیقت این است که قصه پرواز یک قصه قدیمی شکست خورده است. پرواز هیچگاه برای ما نبوده و نخواهد بود. پرواز داستان پرندگان است. ما آدم‌هایی هستیم که بر روی پاهایمان راه می‌رویم و دنیا را با دست‌هایمان لمس می‌کنیم. داستان ما دیدن و حس کردن و لمس کردن است. با همین بدن و همین ذهن ما همه چیز را سریع می‌خواهیم. به همین علت مشتاق بالدار شدن هستیم تا سریعتر گذر کنیم. پرواز از موقعیتی که سخت است، از رابطه‌ای که به بنبست رسیده و از دردی که اکنون در زندگیمان به وجود آمده. ما سریعترین را اختراع می‌کنیم تا رد شویم و فقط به مقصد برسیم. سریعترین اتومبیل، سریعترین هواپیما، سریعترین اینترنت و سریعترین راه به دست آوردن. حقیقت این است که هیچ پروازی به ما کمک نخواهد کرد که دردهایمان کمتر شود. ما باید با پاهایمان، با چشمهایمان و با دستهایمان هر آنچه که هست را تجربه کنیم. عشق یا درد، مهر یا رنج. فقط با همین بدنی که در اختیار ما هست می توانیم از دردها رد شویم. برای گذر از هر شرایطی، لمس آن شرایط اولین قدم است. اگر گذر کردن را یاد بگیریم، آرام آرام متوجه می شویم به پرواز احتیاج نداریم. تمام آنچه نیاز داریم یک نزدیکی عمیق است. یک نزدیکی به بدنمان، درونمان. وقتی به درونمان نزدیک شویم، از پرواز بی نیاز می شویم. با بدنی که هنوز زنده است و اکنونی که در اختیار ماست، گذر خواهیم کرد. آرام باشیم و صبور. ما برای همین دنیا طراحی شده ایم. به پرواز هیچ نیازی نیست.